سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 7 ایون تقدیم میکنیم. با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان شروع از 1 ایول سال جاری معاش کارمندان ساحه بودجوی بالا برده می شود. حکومت تاجیکستان سال گذشته تصمیم داشت معاشها را بالا برد، ولی بحران اقتصادی به اجرای این برنامه خلل رساند. بالاخره روز 6 ایون پرزیدنت تاجیکستان با این قانون امضا گذاشته حد اقل معاش، نفقه و استیپندیای دانشجویان را معین کرد. از 1 ایول سال 2016 حد اقل مزد مهنت در تمام ساحه‌های اقتصادیات مملکت 60% زیاد کرده شده، اندازه آن 400 سومانی در یک ماه مقرر کرده شده است. حد اقل نفقه از روی سن و سال 20% زیاد کرده شد که اندازه آن 156 سومانی را در یک ماه تشکیل می دهد. استیپندیاهای دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی باشد از 79 سومانی به 103 سومانی رسانیده می شود. ضمناً ماهانه کارمندان و مقامات اداره دولتی، ساحه نظامی، دادستانی، دادگاه و حکومت‌های محلی نیز 15% افزایش می‌یابد. کارشناسان می‌گویند که این اقدام حکومت تا حد بر رشد اقتصاد کمک خواهد کرد. سازمان مدافع حقوق انسان هیومن رایتس واچ از حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت اعضای بلندپایه حزب نهضت اسلامی انتقاد کرد. در اظهاراتی که روز 7 ایون در وبسایت این سازمان نشر شد، حکم ابدی معاونان رئیس سعید عمر حسینی و محمد علی حید و از 2 تا 28 سال زندان 12 نفر دیگر نتیجه یک دادگاه ناعادلانه و قصاصگیری برای مخالفت صلح‌آمیز حزب نهضت اسلامی قلمداد شده است. یکی از اتهامات اصلی 14 عضو بلندپایه حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل شبه مسلحانه گنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 می باشد. خود متهمان عیبنامه را قبول ندارند و دادگاه را ناعادلانه می نامند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان میگوید در پی حمله‌های تروریستی در قزاقستان همسایه چاره‌های علاوه‌ای امنیتی قبول کرده است تا ملاقات رهبران حکومت‌های کشورهای همسو در شهر بیشکک آرام گذرد. در پایان نشست سروزیران تاکید شد که در سال 2020 در کشورهای عضو SNG یا جامعه کشورهای همسود یک نفوس شماری عمومی برگزار می شود. در مجموع در جریان این نشست 20 مسئله در ساحه‌های نظامی، فرهنگ و معارف و انرژتیکا بررسی و سندهای داخلدار امضا شد. قرار شد که 16 سپتامبر در بیشکک نشست رئیسان جمهوری‌های جامعه کشورهای همسود برپا می شود. گروه راننده‌های قرغیز ادعا دارند که مرزبان‌های تاجیک روز 6 ایون در پاسگاه قرمخ که در مرز جرگتال و اوش جایگیر است مانع آنها شده برای وارد شدن 10 ماشین باربر آنها به حدود تاجیکستان پول طلب کردند. این شکایت از جانب انجمن انتقال دهنده های بار قرغیزستان رسید و با ادعای آنها برای هر ماشین گویا مرزبان‌های تاجیک حق طلب کردند. در پاسخ به مراجعت رادیوی آزادی سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان چنین گفت: شکایت شده بود یک 3-4 روز پیش. اون شکایت هم سربازان جزا گرفتند. مقامات تاجیک وجود چنین شکایت‌ها را درگذشته هم اعتراف می‌کنند و می‌گویند که در پی تصدیق چنین فکت‌ها عاملان جزا می‌گیرند. با شروع ماه رمضان یک ساکن سخاوتمند شهر دوشنبه برای گروهی کم‌بضاعت و نیازمند مردم همه روزه نان رایگان تقدیم می‌کند. این خانم که نمیخواهد نامش آشکار شود هر شام به مبلغ 600 سومانی نانی 3 سومانی کارخانه نانپزی شهر دوشنبه را خریده در پشت دروازه همین کارخانه نشسته به نیازمندان تقسیم میکند. یک نان برای یک خوراک شام یا افطار عائله عبارت از 5 نفر پیش بینی شده است و اگر اعضای خانواده بیشتر باشد شمار نان هم همین گونه زیادتر داده می شود. شرایط ما پست های کم بیزاعتیم رحمت کلان خبرهای میوردم تونم خیمی کم باشه خدا را شکر. نیازمندان نان بپول هر شام از ساعت 18 تا 20 می توانند نزد کارخانه نان دوشنبه در نزدیکی تاجیک صادرات بانک رفته یک بلک نان خود را هدیه ببرند. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.